پسره وارد جزیره دور افتاده و خالی سکنه میشه تا برای 12 ماه آینده کار تحقیق روی آب و هوا رو انجام بده. به همراه کاپیتان وارد فانوس دریایی میشه و فردی به نام گرونر رو میبینه. اون مسئول سیگنال فانوسه، ولی ماه‌ها تنهایی باعث شده بود که تو وضعیت بدی باشه و حتی بدون توجه به اونها لخت مادرزاد میگرده. اونها از اونجا میرن و پسره بعد رفتن کاپیتان تو کلبه‌ای وسط جنگل مستقر میشه. همون شب صدایی از پشت در میشنوه و فکر میکنه که گرونره، ولی وقتی میره تا صدا رو چک کنه با دستی عجیب و آبی رنگ زیر در مواجه میشه و سریع لگدش میکنه. اما این کارش باعث عصبانی شدن موجود میشه و صداها بیشتر و بلندتر میشن. پسره از ترس زیر خونه مخفی میشه و داشت از طریق سوراخی بیرون رو نگاه میکرد که ناگهان با موجود چشم به چشم میشه و موفق میشه با چاقو موجود رو زخمی کنه، ولی از ترس خودش رو تموم شب اونجا حبس میکنه. فردا صبح به گرونه التماس میکنه که اون رو توی فانوس راه بده، ولی گرونه قبول نمیکنه. وقتی هوا تاریک میشه اون با تفنگ آماده دفاع از خودش بود، ولی تعداد موجودهای دریایی به قدری زیاد بود که شلیکاش تأثیری نداشت. به همین خاطر با شعله‌ای اطراف کلبه رو آتیش میزنه و واسه فرار موجودات میشه، ولی از شانس بعدش آتیش به کلبه هم سرایت میکنه. اون از کلبه دور میشه، اما بارون به کمکش میاد و جلوی سوختن کامل کلبه رو میگیره. روز بعد گرونه رو تغییر میکنه و روش اسلحه میکشه، ولی موجودی عجیب و آبی رنگ بهش حمله میکنه، اما اون موفق میشه به موجود غلبه کنه. اون قصد کشتنش رو داشت که گورنر بهش میگه اون رو رها کنه چون موجود بی‌آزاره. بعد از رها کردن موجود به گورنر پیشنهاد میده که در عوض مهمات و غذا اون رو به فانوس راه بده و گورنر هم قبول میکنه. اونها به کلبه میرن و وسایل پسره رو جمع میکنن. گورنر از پسره میخواد تا سریعتر حرکت کنه چون با تاریک شدن هوا احتمال حمله موجودات دریایی است. اونها به فانوس میرسن و پسره به خاطر خستگی زیاد حدود 2 روز رو خواب بود، ولی وقتی بیدار میشه میبینه موجود داره زخماشو لیس میزنه تا اونها خوب بشن. واسه پسر عجیب بود که چرا موجود مثل بقیه خشن نیست و پیش گورنر زندگی میکنه. گورنر بهش میگه که اون رو از یه تور ماهیگیری نجات داده و واسه همین مثل سگ دست‌آموز بهش خدمت میکنه و هر بلایی هم سرش بیاره اون در نهایت برمیگرده پیشش. اون شب گورنر پسر رو به بالای فانوس دریایی میبره و بهش میگه که آماده حمله موجودات دریایی باشه، ولی وقتی تعدادشون رو میبینه میترسه با اتاقک برمیگرده و گورنر به تنهایی باهاشون میجنگه. پسری که از دیشب بیهوش شده بود با خشم گرونر مواجه میشه که بهش میگه بره آب بیاره. وقتی اون با سطل پر از آب برمیگرده صداهای عجیبی از اتاق گرونر میشنوه و تو صحنه شوکه کننده میبینیم که گرونر در حال سکس با موجود هست. به خاطر چیزی که پسر دیده بود فضای سنگینی به وجود اومده که باعث شده بود اونها ناهارشون رو تو سکوت و بدون نگاه کردن به هم بخورن. شب دوباره با حمله موجودات دریایی مواجه میشن، ولی این بار گرونر به درون اتاقک برمیگرده و در رو روی پسر قفل میکنه و اون مجبور میشه تموم شب به تنهایی با موجودات مبارزه کنه. ولی وقتی صبح گرونر در رو باز میکنه پسر رو غرق در خون میبینه که از حمله دیشب جون سالم به در برده. این حمله های شبانه برای چند روز پشت سر هم ادامه پیدا میکنه تا جایی که برای چند هفته خبری از حمله موجودات دریایی نبود. یه روز که پسر در حال گشتنی تو جزیره بود موجود دست‌آموز گرونر رو میبینه که داشت شنا میکرد و اونجا برای اولین بار موفق میشه پوست آبی رنگش رو لمس کنه. اون از موجود خوشش اومده بود، ولی هنوز واسش عجیب بود که چرا پیش هم نوعانش برنمیگرده. یه شب در حالی که گرونر و پسر در حال بازی با هم بودن ناگهان گرونر اسلحه رو به سمت پسر نشونه میگیره و شلیک میکنه. پسر با ترس و تعجب متوجه میشه که به موجود دریایی شلیک کرده. اونها مورد حمله قرار گرفته بودن و به بالای فانوس میان و شروع به مبارزه با موجودات میکنن، ولی تعدادشون خیلی زیاد بود و توان مقابله با اونها رو نداشتن. پس تصمیم میگیرن تا روشن شدن هوا خودشون رو تو اتاق شیشه‌ای فانوس حبس کنن، ولی حین فرار پای گرونر به شدت زخمی میشه، اما اونها موفق شب رو سپری کنن و زنده بمونن. و صبح موجود رو میبینیم که در حال لیست زدن زخم گرونره. طی روزهای آینده پسر و موجود با هم صمیمیتر میشن تا اینکه یه روز وقتی موجود در حال شنا بود لباساش رو در میاره و در حالی که قصد بوسیدنش رو داشت بهش نزدیک میشه. گرونر این صحنه رو میبینه و عصبانی میشه و برای اینکه از شر پسر خلاص بشه اون رو برای گرفتن دینامیت به دریا میبره. پسر لباس غواصی قدیمی رو میپوشه و به عمق دریا جایی که کشتی غرق شده به همراه
دینامیت ها قرار داشت میره. اون تناب رو به جعبه ها وصل میکنه و گرونر اونها رو یکی یکی بالا میکشه، ولی قضیه جایی بیریخ میشه که موجودات دریایی از راه میرسن و باعث میشه که پسر تعادلش رو از دست بده و کف دریا بیفته. اون که شدید ترسیده بود با تناب سیگنالی برای گرونر میفرسته تا اون رو بالا بکشه، ولی گرونر قصد کمک کردن بهش رو نداشت. پسر تو اوج ناامیدی خودش رو از لباس غواصی آزاد میکنه و به سطح آب میاد و گرونر هم کمکش میکنه و اون رو به درون قایق میکشه. اونها اطراف فانوس رو به میدون مینی تبدیل میکنن تا شاید بتونن یک بار برای همیشه از دست موجودات دریایی خلاص بشن. اما تا چند هفته خبری از موجودات نبود که باعث عصبانیت و بی‌حوصلگی گرونر میشه. اون عصبانیتش رو سر موجود دست آموزش خالی میکنه و بهش تهمت میزنه که نقشه‌شون رو به هم نهانش گفته و به همین خاطر خبری از اونها نیست. اونها اون شب در فانوس دریایی رو باز میذارن تا شاید خبری از موجودات بشه. همچنین گرونر موجود رو به بالای فانوس میبره و مجبورش میکنه تا ناله و شیون کنه تا توجه همراهانش جلب بشه. نقشه‌شون جواب میده و بالاخره سرکله موجودات پیدا میشه و پسر حمله میکنن و اون به سختی میتونه از دستشون فرار کنه و از راه رسیدن موجودات گرونر سعی میکنه دینامیت ها رو منفجر کنه، ولی موفق نمیشه. به همین خاطر مجبور میشه با تفنگش با اونها بجنگه. پسر بالاخره به بالای فانوس میرسه و سیم‌های کلید انفجار دینامیت رو وصل میکنه و دینامیت ها رو منفجر میکنه که باعث کشته شدن تعداد زیادی موجود دریایی میشه. ولی گرونر که بیخیال نشده بود انفجار دوم رو که نزدیک فانوس هم بود فعال میکنه و باعث بیهوش شدن خودش و پسره میشه. روز بعد گرونر شروع به کشتن موجودات نیمه جون میکنه، ولی دیدن کوهی از اجساد باعث عذاب وجدان پسره شده بود. شب‌های بعدی پسر فقط صدای ناله و شیون موجودات رو میشنید که انگار برای از دست رفتگانشون عزاداری میکردن. از شب انفجار دیگه خبری از موجود دست آموز گرونر نبود. به همین خاطر وسایل گرونر رو میگرده و عکسی از اون و همسرش پیدا میکنه. همچنین میفهمه که اسم واقعی اون گرونر نیست و تنها بودن باعث شده که اون به این روز بیفته. پسر به درون جزیره میره و با بچه موجود دریایی مواجه میشه. اون به آرامی نزدیکش میاد که سرکله موجود دست آموز گرونر هم همراه بقیه هم نهانش پیدا میشه. پسر متوجه میشه که اون فرق کرده و دیگه مثل سگی دست آموز نیست، ولی ناگهان گرونر از بالای فانوس دریایی به بچه شلیک میکنه و اون میکشتش. بعد این اتفاق موجود با ناامیدی به پسر نگاه میکنه و از اونجا فرار میکنه. پسر با عصبانی از سراغ گرونر میره و باهاش درگیر میشه. اون با چاقو به پشت گرونر ضربه میزنه، ولی گرونر موفق میشه از جاش بلند بشه و با تبر به پسر حمله میکنه. اما قبل از اینکه اون رو بکشه پسر اسم واقعی گرونر رو صدا میزنه و زنش رو به یادش میاره که باعث میشه گرونر تبر رو بندازه. انگار حرفای پسر باعث شده بود چیزی تو وجود گرونر که مدت‌ها قبل مرده بود زنده بشه. اون با چشمانی گریون از فانوس بیرون میره، ولی موجودات دریایی به سمتش حمله ور میشن و تیکه پاره میکننش. چند ماه بعد کاپیتان همراه جایگزین پسره وارد فانوس دریایی میشه، ولی تنهایی باعث شده بود که پسره به وضعیت گرونر دچار بشه، حتی قصد ترک کردن اونجا هم نداشته باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد به بقیه ویدیوهای کانال هم سر بزنید تا ویدیوی بعدی مواظب خوبیاتون باشین.